الان تو این مسیری که ما اومدیم داریم می‌بینیم برادر عراقیین با چه شوری، با چه علاقه‌ای، با چه عشقی برای رضای خدا دارن کار میکنن. ما می‌بینیم که غذا میدن، اطعام میکنن، چای میدن، شربت میدن و هر کس هر کار از دستش بر بیاد انجام میده. ما این عشق رو در چهره افراد می‌بینیم. این عشق رو در زنان، مردان، کودکان و نوجوانان می‌بینیم که با عشق کامل و علاقه به اهل بیت امام حسین علیه السلام در این مسیر قدم برمی‌داریم. بسیار خوشحالیم با اینکه خستگی داره، اما خستگی رو احساس نمی‌کنیم. الان ما 10 روزه داریم خدمات میدیم. از بسته شروع کردیم، از بسته تا تمام مسیر بین راه رو هر کجا لازمه دروس، سرود، توقف کردیم، ناصریه، سماوه انجام دادیم. در حینی که ما در مواکب خدمت میکنیم به زوار عراقی، میبینیم بعضی از بچه‌ها دورمون جمع میشن، علاقه‌مندی نشون میدن، کنجکاوی نشون میدن. میبینیم از بین بچه‌ها کیا استعداد دارن که علاقه‌مندی دارن. بعضی از حرکات خیلی ساده و ابتدایی که هیچ مشکلی نداره اینا رو بهشون یاد میدیم، بهشون میگیم روی دوستان خودشون تمرین کنن. علمت التدريس من عندهم صار لهم 3 أيام هنا بمدينة سماوة منطقة حيدربي. هم هذا يدلكون للزوار وانا باعلهم، فتعلمت من عندهم التدريك. هم يعني هم يعني ما قصروا ويانا، سووا لنا دوره قلنا يعني نعرف شلون ندلك للزوار وشلون يعني ما نطق بالاعصاب عندهم. والتدريك صحيح من الدكاتره الايرانيه. قبل شويه سويت دوره للاعصاب، قالوا لي الدكاتره اللي هذا ايرانيه قالوا لي سوي لهم، سويت لهم انا، علمتهم هذا شلون يسوون هذا لظهرهم للاعصاب لهذا للرجلين، علمتهم هواي شغلات. و اصلا احساس شادی داریم، راضی هستیم به این کار و ما از جان و دل داریم توی راه قدم برمی‌داریم و امیدمون اینه که بتونیم کوچکترین خدمتی به مردم عراق بکنیم. ما مردم عراق رو غریبه نمیدونیم، ما مردم عراق رو برادران خودمون میدونیم، فرزندان خودمون میبینیم. من پای این زوار که ماساژ میدم، مالش میدم، احساس میکنم دارم پای برادر خودم رو ماساژ میدم. من دستشون هم میبوسم، صورتشون هم میبوسم. ما اینجا برای خدمت اومدیم و خدا کنه این توفیق خدمت رو در سالهای آینده هم به ما عطا کنه. خدمت زوار خدمت به امام حسین علیه السلام، مالش دست و پای زوار الحسین که انه شما دارید دست و پای امام حسین رو پالش میکنید. شما اگر چای بذارید جلو زوار که انه چای گذاشتید جلو امام حسین علیه السلام. اگر آبی بدید دست زوار که انه آب دادید دست خود امام حسین علیه السلام. یعنی خدمت زوار مساوی با خدمت به اهل بیت، مساوی با خدمت به حرم امام حسین است. امام حسین علیه السلام برای شفاعت از ما گناهکاران، ما روسیاهان، ما کسانی که دچار گناه هستیم شهید شدند و حتما امام حسین علیه السلام انقدر مهربان و انقدر رؤوف هستند که اگر کسی کوچکترین کاری برای امام حسین کنه حتما نتیجه خواهد گرفت.